این فنجون قهوه فال احساسی تو و عشقته. اسمشو 3 بار تکرار کن. 2 بار بزن روی صفحه و کلمه عشق رو توی کامنت بنویس برام تا انرژیتون به انرژی این فنجون متصل شه و تفسیرش رو بگم براتون. با نام و یاد خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. فنجونی که پر از نقش و نگاره و داره نوید میده از اتفاقاتی که الحق روشنه. یک رابطه ای رو دارم میبینم که سرد شده و آشفته. یک سری حرف و حدیث ها که تو دل هر دوتاتون مونده، دلخوری هایی پیش اومده. با وجود همه خاطرات خوب و بد، یک سری صحبت ها هست که به زبون نیومدن. راجبشون بحث میشه، گفتگویی طی همین هفته اتفاق میفته. حرفی که تکلیف رابطه رو مشخص میکنه و آینده درخشانی میبینم. شما در کنار همدیگه یک رابطه عاشقانه تری رو تجربه خواهید کرد. با همدیگه حرف میزنید و مشکلاتتون رو برطرف میکنید. یکم تو باید کوتاه بیای و اون هم باید غرورش رو کنار بذاره. مشکلاتتون چیزی نیست که حل نشه. باید رو همدیگه کار کنید. باید برای همدیگه وقت بذارین و در عین حال صبور باشین. یک عشق ابدی و دائمی برای تویی که اینجایی و داری صدای منو میشنوی دارم میبینم. به عشق شک نکن با وجود همه اتفاقاتی که افتاده. اگرم رابطتون کات شده، سرد شده و قطعی کامل اتفاق افتاده به هر دلیلی، دارم یک روزنه امید میبینم. یک راه برگشت تا 2 وعده زمانی آینده رو داره نشون میده که خودش پاورچین میاد به سمت تو از سر دلتنگی، از سر پشیمونی و انگار سرش پایینه و شرمنده. اونطور نیستش که خیلی راحت بتونه ابراز کنه احساساتشو، ولی تو همون چهره نشون میده که چی در دلشه و چه چیزهایی که بهش نگذشته تو نبوده تو و یک راه جدیدی باز میشه. یک رابطه جدیدی رقم میخوره که خدا رو شکر دارم برای هر دوی شما عالی میبینم. شروع مجدد و یک جدایی که دیگه تکرار نخواهد شد.